ارتش پاکستان صبح 8 ینوار سال 2024 چند موضع را در خاک ایران هدف قرار داد. بنا به گفته اسلام آباد، طیاره‌های جنگی این کشور صبح پنجشنبه یک حمله کاملا دقیق و کاملا هماهنگ و هدفمندانه را علیه مفخرگاه‌های تروریست‌ها در استان سیستان و بلوچستان ایران انجام دادند. وزارت کارهای خارجه پاکستان نیز با انتشار یک بیانیه تاکید کرده است که ارتش این کشور بامداد 8 ینوار به خاک ایران که آن را کشور برادر خوانده است حمله هوایی انجام داده است. این نهاد نام رمزی این عملیات را مرگ بر سرمجا را به قلم داده. همچنین تاکید کرده است که در جریان این حمله تعدادی از تروریست‌ها کشته شدند. باید گفت که لفظ سرمچار در لهجه بلوچی آزادی و جدایی خو فهمیده می شود. همزمان علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی رئیس استان سیستان بلوچستان، به رسانه‌های دولتی ایران گفته است که بر اثر این حمله‌های هوایی جانب پاکستان که ساعت 4:30 صبح در دهه با پاکستان از مرز سیروان 3 زن و 4 کودک غیر ایرانی جان باختند. اما برخی از منابع دیگر به رسانه‌ها همچنین خسارات مالی و جانی حمله پاکستان را به مراتب از این دیده زیادتر گفتند. احمد وحیدی وزیر کشور یعنی کارهای داخلی ایران بعداً گفت که در این حمله هوایی پاکستان به قلمرو ایران 9 نفر از جمله 4 کودک کشته شدند. شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN به نقل از مقام‌های امنیتی پاکستان نوشته است که پاکستان 7 نقطه مشخص را در خاک ایران هدف قرار داده است. رسانه‌های محلی پاکستان نوشتند که 7 هدف در 3 منطقه مختلف سیروان، شمسار و هونق در استان سیستان و بلوچستان ایران مورد حمله قرار داده شده است. باید یادآور شد که این عملیات پاکستان به خاک ایران 2 روز پس از حمله‌های موشکی ایران به داخل پاکستان صورت گرفت. آن زمان جانب ایران گفته بود که در خاک پاکستان تروریست‌های ایرانی را مورد حمله قرار داده است. جمهوری اسلامی ادعا نمود که این حمله‌ها علیه پایگاه جیش العدل در پاکستان اجرا شد و چندین تن از فرماندهان این گروه در ایران و پاکستان که گروه‌های تروریستی دانسته می‌شوند نابود کرده شد. ولی مقام‌های پاکستان این ادعای ایران را رد کرده حمله‌های ایران را حمله به بالای مردم ملکی نامید. بنا به اطلاع پاکستان، ضمن این حمله‌های موشکی ایران به خاک پاکستان 2 کودک کشته و چند شهروند پاکستان زخمی شدند. ایران شب 15 به 16 ینوار سال 2024 با چندین موشک‌های بالستیکی هدف‌های را در داخل خاک عراق و سوریه نیز حمله کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که قرارگاه‌های جاسوس‌های نهادهای استخباراتی اسرائیل موساد در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق همچنین یک پایگاه به نام دولت اسلامی یا داعش را در منطقه ادلیب سوریه هدف قرار داده است. خبرگزاری ایرانی به سپاه پاسداران نزدیک تسلیم نوشت که هر دو حمله جواب حمله‌های تروریستی رژیم صهیونیستی و گروه تروریستی داعش است. در ایران اسرائیل را رژیم صهیونیستی نام میبرند.